یک روز سحر به آزمایشگاه رفت تا تست دی ان ای بده، چون بچهش که تازه به دنیا آمده بود سیاه‌پوست بود، در حالی که خودش و شوهرش سفیدپوست بودن. بعد از چند روز جواب تست دی ان ای اومد و معلوم شد بچه مال سحر نیست. سحر با عصبانیت جواب تست دی ان ای رو به شوهرش نشون داد و در حالی که چشاش از عصبانیت کاسه خون شده بود بهش نگاه کرد و گفت چه غلطی کردی آرش؟ این بچه از کجا اومده؟ آرش با خونسردی به سحر نگاه کرد و یکم از گلی که تازه پیچیده بود گرفت و بهش گفت یادت چند ماه پیش ساعت 3 شب بچه خوشو خراب کرده بود و داشت با صدای گریهش کل همسایه ها رو بیدار میکرد. بهم گفتی برو سری بچه رو عوض کن، منم دقیقا همین کار رو انجام دادم. سه تا دختر بعد از 10 سال دوری از پدرشون یعقوب به خونه برمیگردن. یعقوب ازشون انتظار داره توی مدتی که داخل شهر بودن ثروت زیادی به دست آورده باشن. یعقوب از هر کدوم از دخترها میپرسه توی این مدت چه کارایی کردی. نگین دختر اول جواب میده من با یه مرد فوق‌العاده آشنا شدم و ازدواج کردم. ما ماهی 20 میلیون درآمد داریم. یعقوب گفت عالیه بیا تو. بعد دختر دوم الناز جواب داد من داخل شهر با کارمند شرکت صابون گلنار ازدواج کردم. ما ماهی 50 میلیون درآمد داریم. یعقوب خوشحال شد و گفت عالیه بیا تو. در نهایت دختر سوم یعقوب گلی گفت من با مردای نگین و الناز و خیلی از مردای شهر مخفیانه شطرنج خشن بازی میکنم. یعقوب با عصبانیت گفت برو بیرون. یعقوب گلی گفت میدونم از این کارام خوشت نمیاد، ولی بذار سویچ لامبورگینی که برات خریدم و این کیفای پر از پول رو اینجا بذارم و برم. یعقوب خوشحال شد و گفت بیا اینجا، دختر واقعی من توی. بعد نگین و الناز رو بیرون کرد و یعقوب گلی رو برد داخل خونه. یه عقاب سپاه موتور هواپیمای قدیم تایلند برخورد میکنه و هواپیما شروع به سقوط میکنه. کاپیتان متوجه میشه 5 نفر داخل هواپیما هستن ولی فقط 4 تا چتر نجات هست. مصطفی میگه من یه امدادگرم و هر سال صدها نفر از کوچه‌های تایلند نجات میدم. اگه من ببینم اونها هم میمیرن و چتر نجات رو برمیداره و میپره. جانی میگه من یک دکترم و هر سال 1000 نفر رو از شکستگی دهان و لگن نجات میدم. بعد چتر نجات رو برمیداره و میپره. ایلان ماسک میگه من باهوشترینم و جون شما در مقابل من هیچ به پایین میپره. در آخر کاپیتان و پسر بچه باقی مونه و میگه وظیفه من اینه مسافر رو مراقبت کنم، پس تو این چتر رو بگیر و بپر پایین. پسر بچه میگه نه نیازی نیست این کارو بکنیم، هنوز 2 تا چتر نجات باقی مونده، چون کسی که گفت باهوشترین کوله پشت منو به جای چتر نجات برداشت و پرید پایین. یک روز یک پستچی نامه‌ای دریافت کرد که آدرسی روش نداشت. فکر کرد باید نامه رو باز کنه تا بفهمه نامه رو باید به کی تحویل بده. داخل نامه نوشته شده بود خدای عزیز من یک بیوه 53 ساله هستم که با یک مستمری کم زندگی میکنم. یک روز یک دوست کیف من دزدی که داخلش 1 میلیون تومان پول بود. اون تنها پولی بود که داشتم و تو مستمری بعدی پولی ندارم و من 2 تا از بهترین دوستامو برای شام دعوت کردم. پستچی با خوندن نامه احساساتی شده بود و نامه رو به همکارش نشون داد. اونها با کمک هم تونستن 970,000 تومان جمع کنن. نامه رو برای زن ارسال کردن. چند روز بعد نامه از طرف زن به دست اونها رسید. داخل نامه نوشته شده بود خدای عزیز من شب رویایی با دوستانم داشتم ولی 30,000 تومان از اون پول کم بود. فکر کنم کار اون پستچی حرومزاده است.